حقایق تازه جدایی نغمه و منگل و آهنگ جدید این دو هنرمند آیا واقعیت دارد؟ نغمه در امریکا مصروف چی کار باری است؟ و آهنگ جدید منگل با شفیق مرید. من در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شاپیرای یا خانم نغمه یک تن از هنرمندان سابق قدار، محبوب و مشهور افغانستان است. نغمه خانم اول آقای منگل، هنرمند دیگر ناماشنای کشور بود، ولی این دو در سال 2006 بر اثر اختلافاتی که میانشان به وجود آمد از هم جدا شدند. نغمه و منگل هر دو در کشور امریکا زندگی می کند. خانم نغمه به بار دوم ازدواج کرده است، ولی آقای منگل تا کنون به یاد و فراق نغمه ازدواج دوم نکرده است. خانم نغمه مانند قبل به کارهای هنری خود ادامه داده است و همیشه خواسته آهنگ‌های جدید و کنسرت‌های برای علاقمندانش اجرا کند. آقای منگل هم آهنگ‌های جدید برای علاقمندانش ثبت و نشر می‌کند و جدیدترین آهنگش قرار است با دامادش شفیق مرید در امریکا ثبت و نشر شود. آقای مرید سرودن آهنگ دوگانه با آقای منگل و خانم نغمه را کمال افتخار و حمایت و تشویق آنها می‌داند. این همه در حالی است که شفیق مرید با منگل آهنگ دیگری هم ثبت کرده بود که مورد حمایت و تشویق علاقمندانشان قرار گرفته است و شایعات نشر شده در صفحات مجازی که گویا خانم نغمه با آقای منگل آهنگ دوگانه اجرا می کند همش دروغ می باشد. ولی ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران نغمه، منگل و شفیق مرید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.